های گایز، چطورید؟ به چنل یوتیوب من خیلی 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 خوش اومدید. این اولین ولاگیه که دارم تو چنلم میذارم، یا شاید بهتره بگم اولین ویدیوست که دارم آپلودش میکنم. شاید هم قبلش یه ویدیو آپلود کنم، نمیدونم. ولی فیلم من خیلی وقته، یعنی حال تقریبا 1 ماه پیش اینطوریه، ولی من تازه وقت کردم ادیتش بزنم، بس که سرم شلوغ بود. اگه این ویدیو حداقل 100 تا بازدید بگیره، من ولاگ روز عروسی من براتون آپلود میکنم. خب صبح که بیدار شدم یادم اومد که ماه گردمونه و تصمیم گرفتم که برم بیرون و خرید کنم تا شوهرمو سورپرایز کنم. آماده شدم و رفتم بیرون. همونطور که میبینید هوا روشنه. رفتم کیک فروشی که کیک نداشت، کیک تازه نداشت. مجبور شدم شکلات و یه چیزای دیگه بگیرم. در اومدم بعدشم رفتم مغازه که از مغازه هم یه سری خرت و پرت خریدم، مثل سوسیس و اینجور چیزا و ماست موسیه. بعدش موقعی که برگشتم دیدم تاریک شده. اصلا تعجب نکنید، چون پیاده رفتم و پیاده برگشتم. همش هم داشتم میچرخیدم دنبال داروخونه میگشتم، یه سری دارو میخواستم. تاریک یعنی خسته و کوفته برگشتم. فقط میخواستم وسایل همین رو بندازم روی اوپن، ولی وضعیت آشپزخونه افتضاح بود. موقع در آوردم که واسه فرمانه ها آماده کنم. بفرم وضعیت آشپزخونه ببینید. الان نگاه کنید چقدر تمیز شد، چقدر ذوق میکنم. خداییش خونه تمیز آدم ذوق میکنه. اصلا نگم از وضعیت اتاق افتضاح بود. این یعنی چالش رو میخواستم انجام بدم. دادا چقدر تمیز شد. وای خودم خیلی ذوق میکنم با تمیزی خونه. بعد از اینکه اتاقم تمیز کردم رفتم و یه دوش گرفتم. اومدم گفتم یکم آرایش کنم و اینا. در آوردم تمام وسایل آرایشم رو در آوردم، ولی تهش به یه آبرسان و یه رژ راضی شدم. بعد اینجا منتظر موندم که بیاد. یه آیفون رو زد، منم تک 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 میخواستم فقط اینو روشن کنم که زود قبل اینکه بیاد. اینجا بهش گفتم نه تو. بعد که روشنش کردم بهش گفتم حالا بیا تو. وای یعنی اومد تعجب که گفت ای یادم نبود اینا. آخرش که خاموش شد میخواست منو بسوزونه، میخواست منو بسوزونه که تهش زدمش بابات کنه. اینجا هم که دیگه آماده کردم همه چیو، نشستیم شام خوردیم، قشنگ براش کشیدم اینا، نشستیم شام خوردیم. اینجا هم بهش گفتم که مزه کن ببین چطوریه دست پختم. البته کلی هم شوخی کرد واسه نون بیار، میخوام با نون بخورمش و اینا. ولی کفاف ندادم به یه رو، دوباره بهش دادم. یعنی تا من ازش تاییدیا نگیرم ولکنش نیستم. به به در فیلم دیدن شدم و شام خوردن یادم رفت. اینجا هم که دیگه خوراکی ها رو آوردم، نشستیم با هم خوراکی خوردیم و فیلم دیدیم. خیلی بهش میگم برادر همیت میذاره تو یعنی واسه فیلم هامون. خب دوستان رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم که خیلی خیلی خوشتون اومده باشه از این ویدیو. تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.